با مریم تو مهد کودک آشنا شده بودم. تو بچگی زشت و ایکبری بود. بزرگ که شدیم خیلی داف و جیگر شده بود. حقیقتا روش کراش زده بودم. پیج اینستاگرامشو پیدا کردم، پست و استوریاشو لایک میکردم، بهش پیام دادم. چند روزی با هم میگشتیم تا اینکه یه روز مریم آمد پیشم گفت دوستت دارم. شوک شدم. گفتم این یه حس مشترک بینمون. منم خودمو خیلی دوست دارم. گفت جدی باشه علی. گفتم باشه ولی میدونی چیه؟ دختری که پراید داره کنسله. گفت هو کیف خر. در ضمن من بابام لنکروز داره. گفتم باش پس من میرم با بابات رد میزنم. من داشتم باش شوخی میکردم ولی یهو گذاشت رفت. دوستان هیچ وقت با کسی که پراید داره شوخی نکنید. شاید گذاشت رفت همونم دیگه گیرتون نیومد. الان من چند وقت در به در تو شهر دنبالشم. مریم کجایی؟ مریم بیا اون پرایدم خوبه. مریم کجایی؟ مریم بیا. آبجیا داشتی من که به مریم نرسیدم. حداقل شما منو فالو کنین به یه تعداد فالوور جذاب برسم. حالا منی نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. نرو مریم به خدا خیلی خاطر خاطر. نکنه دشمنی با